سلام دوستان، با کانال نکاتاپ خوش اومدید. امروز بعضی از ویدیوهای شگفت‌انگیز حیوانات رو در سراسر جهان با شما نشون میدیم که دیدن آنها نه تنها شما را حیران میکند بلکه با حیات وحش از نزدیک شناس میشوید. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. ما از وفاداری سگ‌های خانگی آگاهیم، اما این ثبت نشان می‌دهد که سگ‌های کوچکی هم خیلی دانا و شجاع هستند. این ویدیو در شهر پودگوریتسا در مونتنگرو ثبت شده است. در اینجا فرد با لباس زرد از پس یک زن تعقیب دارد و بین راه یک سگ کوچکی هم نشسته است. همین که این دو نفر از پیش سگ می‌گذرند، مرد می‌خواهد که سمکه زن را بدزدد، اما سگ می‌دود و به آن مرد حمله می‌کند. مرد از این حمله ناگهانی میترسد و میگریزد، اما سگ او را رها کردن نمیخواهد و میخواهد حتما او را بگزد. اگرچه مرد گریخت، اما این فرشته زن را نجات داد. این سگ شجاع ارزش یک لایک را دارد دوستان. حالا این سگ باهوش را دیدید، فکر نکنید که سگ‌های احمق هم نیستند. بین سگ‌ها نیز مثل آدم‌ها باهوش و احمق هم دیده می‌شود. مثال آن را در حادثه ماه دکبر سال 2016 در پیوره آریزونا دیده می‌توانید. اینجا در نبودن صاحبخانه دو دوست به خانه می‌آیند و زنگ در را زده باوری حاصل می‌کنند که در خانه کسی نیست. بعد مرد دوست از دیوار برآمده به درونی حوله می‌دراید. اینجا این دوست با سگ احمق این خانه روبرو می‌شود. سگ که آوازی در را فهمیده است از دریچه خردک که خود برآمده با دوست روبرو می‌شود. دوست در دستش خوراکی دارد و به سگ می‌دهد و او با خوردن آن وظیفه خود را فراموش می‌کند و به دوست اجازه می‌دهد که از آن دریچه به درونی خانه درآید. بعد در خانه را برای همراهش باز کرده به جمع و گیر کردن وسیله‌های خانه مشغول می‌شوند. بعد مدتی زیاد دوست‌ها وسیله خانه را جمع کرده می‌برند و سگ احمق هنوز نفهمیده است که آنها خانه صاحبش را دزدیدند. او آنها را انسان فکر می‌کند چون که برایش رشوه داده بودند. ماه یونی سال 2018 یک موجود عجیب در سقف خانه در اندونزی دیده شد. بعد پخش این ویدیو در اینترنت آدمان زیاده وحشت کردند. این حشره عجیب دو بال داشت و 4 شاخ که خیلی وحشتناک به نظر می رسید. صاحبخانه آن را ثبت کرده در اینترنت پخش کرد. چی بودن این موجود عمیق نیست، اما زیستشناسان عقیده دارند که آن به عائله ارکتاین داخل شده، ظاهراً به پریاتونوس گانگیس مانندی دارد که یک نماد شاپرک تیره است. با وجود ظاهری وحشتناکش به انسان آسیب نمی رساند و اگر یگان وقت این حشره را دیدید نترسید، چون که ضرر نمی بینید، فقط شبها در خوابتان می دراید. وقتی کریستیک پنیپچوک با لودکه خود از روی الیاسکا میگذشت، یک صحنه عجیب را ثبت کرد. یک گوزن شمالی غول‌پایکر با وزن 500 کیلوگرم را دید که در روی آب میدوید. این ویدیو در اینترنت پخش شد و کسی باور نکرد و گفتند که فتوشاپ است. چخیل در آبی که کشتی در آن میرود این حیوان دویده میتواند. اما کریستی گفت که این ویدیو واقعی است، زیرا او لودکه‌اش را با موتور حرکت میداد و چقوری آب در آن قسمت 12 سانتی متر بود. یعنی آنجا چقور نبود و گوزن به آسانی دویده میتوانست. استفاده بران اینترنت به این گوزن لقب گوزن عیسی مسیح را داده بودند. ماه ایولی سال 2020 در پارک اکولوژی سان پدرو در مکزیک یک حادثه ترسناک روی داد که با دیدنش همه حیران شده به شجاعت کوهنوردان احسان خواندند. چند کوهنورد زن به این پارک رفته بود که ناگهان از بین درختان یک خرس سیاه میبراید. این کوهنوردان راه گریز نمییابند و تصمیم میگیرند آرامانه در جایشان بایستند و خرس روی دو پا ایستاده مویهای این زن را بوی میکشد. این زن حتی یک سلفی هم همراهش میگیرد. بعد پایهایش را لمس میکند و بعد میرود. همین که دورتر شد آنها فرصت را غنیمت شماریده از آنجا میگریزند. در اینترنت این زنها را به خاطر کنترل کردن این وضعیت خطرناک خیلی تحسین کردند.
در توکیو و در ژاپن مردم از حمله خرس‌ها خسته شده بودند و با هم جمع شده دو ربات خریدند و پوست و مسکه گرگ را بر رویش کشیده آن را یک گرگ رباتی تبدیل کردند. در سرشوی جنگل این ربات را گذاشتند. وقتی ربات به کار درآید روشن شده سرش تاب می‌خورد و 6 نماد آواز گرگ و ماشین می‌برارد. به گفته مسئولان از روزی که این گرگ‌های چشم سرخ را در آنجا قرار دادند حتی یک خرس هم با آنها روبرو نشده است و با یاری آنها نه تنها از خرس‌ها بلکه از گرازهای وحشی، میمون و آهوهایی که به محصولات آسیب می‌رسانند خلاص شدند. با کریستین 23 ساله آشنا شوید که در میان پلنگ، شیر و دیگر حیوانات وحشی کلان شده است. او در یک پناهگاه حیوانات وحشی در آفریقا تولد شده است و این حیوانات یک قسم زندگی او به حساب می‌روند. او در 10 سالگی از مکتب رفتن دست کشید و در خانه تعلیم می‌گرفت زیرا نمی‌خواست از حیوانات دور شود. سال 2018 یک بار سفر کرده خیلی زود فهمید که از آنها دور بودن نمی‌تواند و بعد آن تصمیم گرفت که تا آخر عمر با آنها باشد و با آنها خدمت کند. پدر و مادر او نیز عمرشان را در این پناهگاه به خدمت این حیوانات گذراندند. دوستان صمیمی کریستین 3 یوز پلنگ هستند که از کودکی آنها را کلان کرده است. در این صحنه سگ در لب دریا مشغول کار است و معلوم است که خیلی ترسیده است. حالا ببینید که چه حادثه روی می‌دهد وقتی کسی سگ ترسیده را اینگونه بترساند. اکنون با اسب کرنینه شمالی با نام رید آشنا شوید که به صاحب خود خیلی یاری می‌دهد. صاحبش می‌آید تا گوساله نو تولد شده را نگهداری کند. رید مادر گوساله را از او دور می‌کند و هر باری که گاو نزدیک شدن می‌خواهد رید پایش را برداشته او را دور می‌کند. وقتی می‌خواهد به سمت مرد بدود رید هم می‌دود و پیش او را می‌گیرد تا به گوساله نرسد و صاحبش کارش را تمام کند. این صحنه را دوست این مرد روی اسبش نشسته ثبت کرده است. اکنون شما یک لحظه دلسوز را می‌بینید که چشم آدمی سنگدل را هم تر می‌کند. یک سگ کوچکی تحت نظارت دانشجویان دانشجوی جنس هو در شهر هنان در چین زندگی می‌کرد و ماه سپتامبر سال 2018 7 سگچه را به دنیا آورد. اما با سبب نگاهبین کردن نتوانستن آنها خواستند یکی از این سگچه‌ها را به یک زن دهند. او از پس آن سگ می‌رود. بعد این مادر با دل پر از درد به امید فردای بهتر فرزندش را میبوسد. و خیر و خوش میکند و از آنجا میرود. اما برای آخرین بار به پسش نگاه میکند. در آن زمان در دلش چی میگذشت این را فقط یک مادر فهمیده میتواند. این لحظه غم انگیز اشک مردم را ریزاند. بیشک عشق مادر حد و حساب ندارد.